ما در یک روز زنبورق ها رو 3-4 مرتبه آبپاشی میکنیم. فرشی امی خانه را از نمناکی مقصد نگاه داشته میستیم. باد هوای خانه را بیشتر نباید که از 15-20 گرادوس گرم باشد. بعدی آبپاشی دیدیم که زنبورق ها همین خیلی آمده که رسیدن، از این کلانتر می شود. بعدا ما اینا رو میچینیم. وقتی که ما زنبورق ها را چیندیم، جابجا کردیم، بعدا ما آنها را با شهر دوشنبه، مغازه های دوشنبه از جمله سوپرمارکت پیکر می باشد یکی از خریدارای ما که منتظم با ما خریداری میکنند. بعدا با شهر بختر طریق تاکسی ها که ما راهی کردیم، بعد گرفتن محصولات ما آنها برای ما در کارت های ما سوم ما را میگذرانند. در آینده من نقشه دارم که همین زنبورق پروری را وسیع کنم و با 4-5 نفر زنها را یا شاید بیشتر باشد به کار جلب کنم و هم فایده به من رسد، هم به همین زنهای مقصد نیازمندی همین دهه.